تمام حكم يعني هر سري ركك حكمك هاي رقمي مثلا بيجوي باشه جار ما را مراسمیت سایت ورشی به نکرد ناف کلیج جدا دا جای خطابی به تگارین خواندن دا بر نانی خواندن برای فارسی و چیت راستی امریکا نانی گله باش با فرانس با تکرین و از گله که خوشم که امریکا یکی در کفتیم گله که کیف خوشم امریکا من باش داری و مراسمی دکر او هات که رای خصنا جلوی راگیریا کلیجا پر دابنیات ئامێدی و سپاس به خودشیام بما سرکفت دیو پلادیو دست خواب بینم هرچند ما طموح بین کو بینه سرکفتی که لبر نخوشی جوی ولی هرچا بیت سپاس بو همی حوالی بجداد پیروز بایا و همیات کی حجی شماره 30 شماره خودت شماره 40 بیرهاد شماره هرو جبر وازاروکی بچوک واجنا واکالا و پیرنا خدا نه چی کنی نیانه جبر چه واق توپ تو فلگا سمت دباری نیاره اب نهایی داره دبه بناو ارهاب ای نرند ای نعلتنا هوا جماعته ویوانه بس انبان گله ترک گله دموکراتی گله خیرخواز بلا ببینن اردوغان چه خرابه دیگه حتی دروب خوند جانی میده از فرم العفرینه ما از جندریس در نکردم حتی نیگه ام بسر نکردم جورجی در نکردم To me, George Washington is a unifying symbol of the United States of America. He took a bunch of divided colonies and got them together to fight for a common interest and started the greatest country in the world. Without George Washington, the United States wouldn't have had the opportunity to set an example for the rest of the world of how a country should be run by the people and for the people. He did a great deal to help the early birth of our nation, the United States of America. And I just think it's very powerful for any individual man or woman or group of people to fight for their freedom that they believe.